خب در این جلسه رسیدیم به داستان صحابیه دیگری، بانویی از بانوان قهرمان صدر اسلام، از کسانی که دین رو، حقیقت رو، قرآن رو و سنت رو و محمد صلی الله علیه وسلم رو بر همه چیز زندگی خودش ترجیح داد، بندگی رو خالصانه انجام داد و در رده کسانی قرار گرفت که تا قیام قیامت به عنوان برگزیدگان امت اسلامی در دنیا و آخرت هم خواهند بود. بله، ایشون کسیه که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم نقل میکنه که من وارد بهشت شدم. حالا اون داستان خوابی بود ایشون دیدی، هرچی هست، میگه من وارد بهشت شدم، فسمعت خشفة بین یدی، یک صدایی رو در برابر خودم شنیدم که کسی داره میاد. فاذا انا بالغمیسا بنت ملحان، که دفعه من متوجه شدم این شخصی که داره در برابر من میاد غمیسا دختر ملحان هست. بله، در مورد ایشون رسول خدا صلی الله علیه و سلم میفرمایند که انی ارحمها، من نسبت به این ترحم و مهربانی دارم، رحمت دارم. قتل اخوها معی، برادرش به خاطر من در کنار من برای حمایت از من به شهادت رسید. بله، این صحابیه بزرگوار، این بانوی بزرگوار کسی نیست جز ام سلیم بنت ملحان رضی الله عنها. خب داستان رو بریم شروع میکنیم، ببینیم رسول خدا صلی الله علیه و سلم در ارتباط با زنان انصار این چنین بیان میکنه: اللهم ارحم الانصار، خدایا انصار رو مورد رحمت خودت قرار بده. کسانی که مهاجران رو که با رسول خدا صلی الله علیه و سلم از مکه به مدینه اومده بودن، پیامبر میگه که اونها رو خدای مورد رحمت خودت قرار بده. و ابناء الانصار، و فرزندان انصار رو، و ابناء الانصار، و فرزندان انصار رو. این دعای خیریه که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم برای مسلمانان مدینه که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم و یارانش رو در کنار خودشون جا دادن میفرماید. بله، قهرمان ما یا بانوی این داستان ما و این سلسله برنامه‌های سیمای صحابه ما در این جلسه که میخوایم در موردش صحبت کنیم، بله ایشون مادر صحابیه بزرگواری هست، مادر صحابیه‌ای که رسول خدا صلی الله علیه و سلم رو خدمت کرد. بله، انس ابن مالک رضی الله عنه. ابو نعیم اصبهانی در سیرت این بانوی بزرگوار میگه ام سلیم، حالا ام سلیم هم گفته شده، ام سلیم زن مسلمانی بود که تسلیم حکم محبوب خودش که رسول خدا صلی الله علیه و سلم هست بود، و زنی بود که با خنجری آماده بود که در میدان جنگ در مواقع سختی دفاع کنه از خدا، از دین خدا، از رسول خدا صلی الله علیه و سلم و از مسلمانان. خب میبینیم این صحابه بزرگ اصل و نسبش کی هست، چگونه هست این بانوی بزرگوار که میخوایم از سیرت سراسر خیر و رحمت و برکت و اطراگین اون صحبت بکنیم. سیرتی که میتونه راهگشای خیلی از ماها باشه، سیرتی که میتونه درون ما رو روشن بکنه، ما رو نسبت به حقایقی از عصر نبوت آگاهی بده. ولی این شخص ام سلیم هست، یعنی مادر سلیم بنت ملحان، دختر ملحان هست که ملحان خودش پسر خالد ابن زید حرام از قبیله نجاری هست که انصار هم هستن و خزرجی هم هستن. ام سلیم رو بهش غمیسا هم گفتن، رمیسا هم در مورد ایشون در کتب اومده و سهله هم اسم ایشون هست. همچنین برخی گفتن رمله هست اسم ایشون، اما کلمه ام سلیم یعنی کنیه ام سلیم بر ایشون غلبه کرده و بیشتر در تاریخ به همین ام سلیم ایشون رو ذکر میکنن. ام سلیم دختر ملحان. این بانوی خردمند و عاقل از همون اولین روزهایی که ایمان به گوشش خورد در مدینه و طلیعه ایمان و نور ایمان به مدینه اومد، ایمان رو پذیرفت، حقیقتش رو دریافت و سعی کرد خودش رو آنگونه شکل بده بر اساس ایمان و خیر
تا بتونه متجلی یک بنده صالح و نیک بشه. بله، این زن هم مجاهد هست، هم صبور هست، هم خاشع و بزرگواره، هم انسانی است که بسیار اهل خیر و متواضع و دیندار هست و از همه مهمتر جزو محدثین نه که دارای شأن و منزلت می باشند هستش. بله، ام سلیم مثلا اون لحظات اول اسلام رو پذیرفت و این اسلام سبب خیر و برکت در زندگی شد، در خرد و دانشش شد، در عقل و درک و فهم شد و صداقت و ایمان اون رو به سمت و سوی کشون که بتونه به راحتی این حقیقت رو بپذیره و با دین اسلام، با رسول خدا صلی الله علیه وسلم بیعت کنه. اون زمانی که این از اسلام خبر شد در مدینه و حقیقت اسلام به مدینه رسیده بود، همسری داشت به نام مالک ابن نضر که پدر انس ابن مالک باشه. همسر ایشون خب نبود در مدینه و ایشون مسلمان شده بود، بالاخره اسلام رو پذیرفته بود، حقیقت دین رو. وقتی که همسرش برگشت اومد به مدینه و متوجه شد که همسرش ایمان آورده و مسلمان شده، به محمد صلی الله علیه وسلم ایمان آورده و با ایشون بیعت کرده، خیلی عصبانی شد و نگران شد و گفتش که آیا تو اومدی واقعا دین من و دین اجداد من رو رها بکنی؟ ایشون گفت نه، من به یک حقیقتی ایمان آوردم، حقیقتی که خداوند برای بشریت فرستاده. بذارید قصه را از همون ابتدا از زبان خود ایشون بشنویم که نقل میشه از زبان انس بن مالک، فکر میکنم این رو نقل میکنه. میگه وقتی که ام سلیم ایمان آورد به رسول خدا صلی الله علیه و سلم، همسرش اومد، ابو انس یا همون مالک اومد پیشش و خب نبود در اون زمان و فهمید این مسلمان شده، به شدت عصبانی شد، خشمگین شد. گفت آیا تو کافر شدی؟ تو مرتد شدی؟ دین آبا اجدادی ما رو رها کردی؟ گفت نه، من مرتد نشدم، من کافر نشدم، بلکه من به حقیقت رسیدم، من به شخصی ایمان آوردم که اون پیامبر الهیه. بالاخره میگه ماجرا به همین قدر ختم نشد و ام سلیم سعی کرد که فرزند خودش انس رو، با این که کوچک بود و پسر نوجوان کوچکی در واقع بود، ایشون رو نسبت به اسلام چکار بکنه؟ علاقه‌مند بکنه، تا اینکه انس بن مالک هم اسلام رو پذیرفت و مسلمان شد. با پذیرفتن اسلام توسط انس بن مالک که پسر خردسالی بود، پدر هم عصبانی شد. مالک به عبارتی ابو انس عصبانی شد و این شدت عصبانیت ادامه پیدا کرد و همچنان اما ام انس چیکار میکرد؟ یا ام سلیم داشت صبر میکرد، بردباری میکرد و عصبانی نمیشد و سعی میکرد به شوهرش بگه من دارم حقیقت رو میگم. اون میگفت تو منو فاسد میخوای بکنی، پسرم رو از نظر عقیده فاسد کردی، طایفه ما رو، فکر و قبیله ما رو میخوای فاسد بکنی. ولی ام سلیم میگفت نه، من این چنین نیستم، من نه خودم رو فاسد کردم، من نظر فکر و عقیده از بین بردم و مرتد بیدین شدم، نه فرزند تو، بلکه من هم خودم هم فرزندت رو به راه حق هدایت شدیم، راهنمود شدیم و میخوام تو هم به همین راه بیای. اما مالک ابن نضر همچنان عصبانی و خشمگین بود و گفت من میرم طرف شام، حالا به هر علتی و کاری که داشت. در مسیری که به طرف سرزمین شام میرفت، یکی از دشمنان قدیمی و دیرینش این رو دید و بالاخره این رو کشت. و وقتی که خبر به ام سلیم رسید که بیا شوهرت کشته شده در مسیر شام توسط دشمنان قدیمی که داشت، قبیله‌ای که داشت، چون میدونید بحث در عرب قبل از اسلام مباحث قبیلی و جاهلی خیلی شدید بود. ایشون گفت خب دیگه حالا که این چنینه چاره‌ای نیست، من فرزندم رو انس از خودم جدا نمی کنم و ازدواج نخواهم کرد مگر زمانی که انس به من اجازه بده. و انس هم میگن در مورد مادرش بعدها گفت بله، به مادرش رو کرد و گفت تو اون چرا که وعده داده بودی عمل کردی و در حق من بهترین تربیت ها رو انجام دادی. در هر صورت ام سلیم چیکار کرد؟ به این مرحله رسید که دیگه تمام فکر و ذکرش بود که فرزند خودش رو تربیت بکنه و محبت رسول خدا صلی الله علیه و سلم رو در قلب فرزند خودش بکاره، محبت اسلام رو، تا اینکه پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم به مدینه اومد. پیامبر که به مدینه اومد، فرزند خودش انس رو آورد پیش پیامبر و گفت یا رسول الله، این اونیس، به اسم کوچیک میگفتن عرب‌ها، تسخیر می آوردن، یعنی این پسری که کوچک هست، محبوب هست، نزد من مورد محبت هست، انس رو گفته اونیس، این اونیس رو آوردن پیش شما تا خدمت شما رو بکنه. و
شما هم پیش خدا برای این پسر من دعا بکنید به خاطر این خدمتی که میخواد بکنه، در کنار شما باشه. میگه پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم برای اونیس دعا کرد، همین انس ابن مالک، گفت اللهم اکثر ماله و ولده، خداوندا ثروت و فرزندان اون رو زیاد بکن. خب این رو امام بیهقی در کتاب دلائل النبوه در این مورد آورده. در هر صورت انس ابن مالک پسر نوجوانی بود در اون موقع، هم نویسنده بود، هم با ذکاوت بود و هنوز به سن بلوغ هم نرسیده بود. این بود که در چنین شرایطی در خانه رسول خدا صلی الله علیه و سلم قرار گرفت و تحت اشراف و تربیت پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم، تا جایی که انس ابن مالک به یکی از بزرگان و رجال صحابه تبدیل شد. اما داستان هنوز ادامه داره. خب انس ابن مالک حالا رفته پیش رسول خدا صلی الله علیه و سلم، ایمان آورده بود، در خدمت رسول خدا صلی الله علیه و سلم قرار گرفت، پسر نوجوانی که به سن بلوغ نرسیده. مادرش هم که بعد از مرگ پدرش مالک گفته بود من انس رو از خودم جدا نمی کنم و ازدواجم نخواهم کرد تا زمانی که انس اجازه بده من ازدواج بکنم. بله این چنین هم شد. خب ایشون در مورد فرزندش این گونه عمل کرد، تربیت خوبی در مورد فرزند داشت که خداوند این و همه مادرانی که در مورد تربیت فرزندانشون نهایت تلاششون رو میکنن و صادقانه میخوان فرزندانشون رو به خیر و برکت برسونن مورد خیر قرار بده. تا اینکه شخصی به نام ابوطلحه انصاری که قبلا ما زندگی ایشون رو در سیرت‌ها و قصه های قبلی گفته بودیم، میاد به خواستگاری ام سلیم. حالا داستان خواستگاری ام سلیم توسط ابوطلحه انصاری رو میذاریم برای جلسه بعد. تا جلسه بعد همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپارم. خداوند یار و نگهدارتون باشه.